سلام علیکم پدران، مادران، برادران، خواهران، دوستان، عزیزان، محبوسان و مظلومان، مهاجرین، مبارزای وطن و شام شما بخیر بود. نفرایی که اینجا حضور دارین، نفرایی که به قلبای پاک صمیمی بحر آبادی مردم وطنمون وقتی خودتون صرف میکنین و دیگر نفرانی هم که اگر اینجا بین ما و شما حضور دارن به خاطر غرض بالای مردم مبارز و یا میخوان صد راه مبارزه و مبارزان باشن، فعالیت میکنن. الله شما را نیز هدایت کنه. با امیدی هستیم که چشم بینا دارین و روز سیاه رای سفید فرق میکنین، چون که در تاریخ کم نبودن نفرایی که در خدمت ظالمین خیلی صادق بودن و از دست خود ظالما هم بالاخره نابود شدن و تعداد دیگری بود که به مرور زمان رو به مظلومین و مبارزین آورد و خدمت‌های شایسته هم کردن برای مردمشون، برای وطنشون. امیدوارم شما نیز روز درد مردم را درک میکنین، در حالتی که جامعه جهانی درد مردم وطن ما را درک کرده باشه. پس شما که فرزندای همین سرزمین هستین، حال مردم وطن ما به همگان البته معلوم است که روز تا روز حال مردم بدتر میشه و بهتر نه زیر سیاست رژیم امروزه و بازم از این بدتر میشود. شدنش امکان داره اگر که ما بیناموسی را اختیار کنیم، بیناموسی بی اهمیتی، بیناموسی پروا نکردن نسبت دین و مردم وطن، بیناموسی خدمت کردن به ظالم و شریک بودن در ظلم بالای مردم. البته این مشکلات هایی که امروز داریم دائمی نیست، برطرف می شوند انشاءالله. در استواری شما مردم مبارز این ظالمین حتما از بین می روند و مردم وطن انشاءالله که سربلند میگردن، چون که چیز دائمی نیست در این دنیا و این ظلم بالای سر مردم تاجیکستان هم نمیتونه که دائمی باشه. هر یک چیز آغاز انجام خودش داره، چی عمر باشه، چی روز باشه، شب باشه، ماه باشه، سال باشه. هر یک ماه و سال هم آغاز انجام خودش داره. همین است که امروز ما هم در یک جایگی در انجام سال قرار داریم از روی سال شماره میلادی. البته سال شماره که تقریبا کل جهان از روی همین تقویم تاریخ نویسی میکنن، چه روزی تولید باشه یا فوت باشه یا نشست برنامه و بخری و دیگر چیزا. سال 2016 هم که به پایان رسید واقعا یک سال مقاومت بود. البته که در سال 2016 هم ظلم کم نبود بالای سر مردم. میدونین که تعداد زیادی مردم وطن ترک کردن، تعداد دیگر زندانی شدن. ضربه ها هم بود، یعنی از جانب رژیم ضربه ها هم زده شد بالای سر مردم، ضربه های سخت بود. نه که با وجود هم قدم های استوار نیز مشاهده میشد از جانب مبارزان. اگر ما مقایسه کنیم با سالهای پیشتر، یعنی که رژیم امروزه چگونه فعالیت میکرد و یا که چقدر هر جا که سفر میکردن چگونه سخنرانی ها میکردن، سفرهاشون چقدر راحت میگذشت و از آن جمله هر یک سازمان، یگان جبهه و حرکت، هر کسی که یا که افراد مقاومت میکرد ضد رژیم امروزه، ما البته میدانیم که چگونه اونا را سرکوب میکردن یا که به مردم چگونه به آسانی میتونستن که یک افسانه بخونن نسبت نفرایی که میخواستن یک اصلاحات وارد کنن یا که به سیاست رژیم امروزه موافق نبودن. اینو را البته یاد دارین و اگر که دور نره فقط 2 سال پیش هم نگاه کنیم، از سال 2014 و 2015 2 سال قبل هم نگاه کنیم که 2014 یک حرکت شدید شروع شد ضد رژیم امروزه. البته خیلی تکان دهنده بود لیکن در آخر 2014 فشار سر شد، یعنی و شکار دیگر سو بالای مبارزان شروع شد و همین بود که ابتدای 2015 را ما از روزهای سخت شروع کردیم. ابتدای 2015 یعنی که سال گذشته که بود ما از روزهای وزمین شروع کردیم. خاطر رسانی میکنیم که یک چندین نفر از خود در آمدن سال 2015 زندانی بودیم، از آن جمله بنده همراه حاجی عمر و دیگر برادرایی که بود و بعد از او یاد داریم که برادر مقصود طرف تاجیکستان برده شد. بعد از این حادثه برادرای دیگر دستگیر شدند و بالاخره وقتی که ما ماه فوریه آزاد شدیم، در ماه مارس باز یک از ضربه‌های سخت‌ترین به حرکت امروزه زده شد از جانب رژیم. این از بین بردن اساسگزار حرکت 24
برادر ما شادروان حاجی عمر بودن و پسان برادر دیگرمون یک از مبارزای بهترین برادر احسان بودن که ناپدید شدن و متاسفانه تا امروز هم هیچ خبری نیست حاضر از برادر متاسفانه. خلاص در سال 2015 میدونید که باز برنامه هایی که رژیم امروزه داشت در داخل تاجیکستان عملی کرد، هرچند که زیاد ما پیشگویی کرده بودیم، یعنی اخبارات داشتیم در سبتا هست که ما زیاد خواستیم سر راه همه خونریزی که در وطن ما گذشت سر راه همه را بگیریم، لیکن متاسفانه صدای ما به گوشای کر بگیم اگر خطا نمیکنیم، هرچند که گفتیم مردم نمیدونم از چه حساب باشه یا که نفرایی که مردم به اونا اعتماد میکنن نمیدونم از کدام حساب باشه که نه اونقدر یا که جدی اهمیت ندادن نمیدونم. بالاخره هم بود که سال 2015 هم میدونه که در ماه سپتامبر یک حادثه خونین دیگه با یک اوراقای زخمین، یک اوراقای خونین در تاریخ وطن ما با ثبت شد و این هم بود که زیاد نفرها کنج زندان با جا گرفتن، زیاد نفرها در زندان ها به قتل رساندن و شروع شد از این مردم ما زیادتر رو به هجرت آوردن و که تا این روز دارن هجرت میکنن. یعنی که در 2015 رژیم امروزه ضربه های زیاد زد و در آخر 2015 ما یک جلسه گذرانده بودیم خب تا که به سرسامانی‌ها و بعضا خطاگی‌هایی که در خدمت داشتیم به اون نقطه بگذاریم تا که از سال 2016 به برنامه‌های نو و قدم‌های تازه حرکت کنیم و ینور 2016 ما از سال نو از آغاز 2016 سالی که امروز به انجام میرسه به پایان میرسه در او تغییرات کادری شد البته یاد دارین و ما به تنظیم و به برنامه‌های سالم به برنامه‌های نو حرکت خدمت نوازان شروع کردیم. چرا که ذکر کردیم و که پیشروی مبارزان خیلی خوب بود. اگر که سالهای پیشتر رژیم امروزه هر یک برنامه‌ای را که یا که هر یک قانونی را که میتونست به آسانی جا بوده در سرقانونی خودش یا که در هر جایی که مناسب میدونه با یک حتی یاد دارین که زمین های ما را که فروخته بودن چخیل به آسانی تونستن که ایرا بفروشن، لیکن در سال 2016 این چیزا به اونا به آسانی میسر نشد. در هر یک برنامه هر یک مردم فریبی که میخواستن بکنن در اون مردم مبارز قیام کردن، صدا بلند کردن و به هر جای لازمی که بود که در گفتن تا چهره رحمانوف بازم آشکار کنن. شما البته یاد دارین که در برنامه‌ای که رفراندوم گذرانده شده بود سال 2016 ماه می و این 3 ماه دوام کرد که یاد نداره یگام تاریخ تاجیکستان یاد نداره که یگام برنامه از جانب رژیم مانده بشه و دوامی 3 ماه شب روز مردم مبارزین یعنی ضدیتی کنن. شما البته ورزار خوب یاد دارین که برادرای مبارز و مردم چقدر قیام کردند، چقدر نوارها برآمد، چقدر به اصول خودشون نشان دادن که چگونه رد میکنن رفراندوم. البته رفراندوم یک مکر کلام بود و الله برادر ما را جزای خیر بده. یک برادر حقوق شناسی که داشتیم در اینجا هر یک نقطه های او تغییر الهه ها را به مردم شرح داد، رساند، فهماند و نسبت این رفراندوم در یک چند دولت ها تظاهرات ها گذرانده شد و در خود استقلالیتی که داریم که در او بود که ایران به مردم به گوش مردم اینگونه خواندن که خود استقلالیت هم ربط دادن به رحمانوف و میدونید که در این مردم مبارز خاموشی را اختیار نکردن یا که چی در خود به نام وحدتی که ما داریم در خود اونم در تمام سازمان ها و تمام دولت هایی که بدن در اون صلحی که ما داشتیم به نام صلحی که داشتیم در تمام اونا را گفتن و به اونا گفتن که مردم تاجیکستان لخته که نبود که شما بازی کرده پرتوین، شما باید این روز توجه کنین چون که شما کفیل بدین، شما کفالت دادین، پس شما باید که توجه کنین به اینجا. البته ما میدونیم که امروز در دنیا در جامعه جهانی چی با از نظر سازمان ها و دولت های ابرقدرتی که هست دیگر مشکلات های هست در بعض دولت های دیگر که اونا بزرگتر میتونن اگر نظر به ما قیاس کنن. متاسفانه به همین خاطر گرچنده که باید توجه بود نه شاید که کفایت نباشه.
چندین قانون‌های دیگر هم که برآورد رژیم امروزه تا مردم از مبارزا و از مبارزین دور بسازه، به مانند بعضا نفرها را قربان سیاست خودشان کردن، یک نفر را بردن زندانی کردن، یک جوانی را که برای زیلا گوش کردن، یک نفری که گویا که در وایبر به کسی چیزی نوشته باشد، دیگری واتساپ، یعنی هر یک برنامه را با شما شناس کردن که ما همین برنامه را زیر کنترل گفتیم و این نفرایی که شما میبینید 9 سال 10 سال یا دیگر سال قطعی روانه شدن کنج زندان. چرا که پیشتر برادر اینجا صحبت داشتن، برادر عظیمی، و در این مسئله شما را خوب شرح دادن که یعنی که امروز سیویاز یک خیلی رول مهم بازی میکنه، سیستم علاقه رول مهم بازی میکنه و همین است که ایران در دست یک نزدیکترین خودش داشت تا در کنترل باشن. و چقدر که کوشش کرد، چقدر که قانونا برآورد برای خودش دخل ناپذیر ساختن و یا که برای مردم از مبارزه و مبارزین دور ساختن، نه که به این موفق نشید. و هر یک برنامه‌ای که میخواستن بالای مبارزان باشن، البته که اولا رحمت الله هست، بعد از اونی که دوستا و مبارزایی که ما در داخل هر یک وزارت‌ها و سیستم امروزه تاجیکستان داریم که اما خبردار میکردن و پیشگیری میکردیم بعضا برنامه‌ای که رژیم امروزه داشت و با موفق نشیدن. و الله را شکر که امروزه از جهت این ساله، از جهت یعنی جسمانی و دیگر چیزا، الله را شکر که یگان ضرر رسانده نتونستن به یگان مبارز ما. این هم بازم تکرار میکنم که اولا رحمت الله و بعد کمک دوستان و بازم خود مردم مبارز که علاقه 2 سال قریب 3 سال میشه که در میدان مبارزه هستند. انشالله که فکر نظرشون، گفتارشون، رفتار کردارشون فرق میکنه از سالهای پیشتر. و اونی هم که صد راه مردم گرفتن نتونستن، با این قدر قانونای برآوردهشون، با این قدر که خواستن مردم زیر ترس بقپن، مردم از مبارزان و مبارزه دور بسازن، با این موفق نشیدم. اینم با دلالت از اون میکنه که مردم ما تا حال نشکسته است، یعنی مردم ما تا حال ناموس داره و مردم ما میتونه که آزادی را به دست بیاره. برای حرکت ما این سال بعد نبود، پیشروی ها زیاد بدن. ما اگر پیشتر نظر کنیم به خود حرکت امروزمون، باید اقرار بشیم که ما نه آیین‌نامه داشتیم، نه برنامه داشتیم، نه تنظیمی درست داشتیم. و ایران باید که فهمید که چقدر که گفتیم مردم ما پیشتر زیادتر همه فکر نظرشون طرف همون نفرای روشن فکر یا که نفرایی که گفتن که اونا مسئولیت شناسن، بگذار این کار اونا است، ما با اینا دخالت نکنیم. و بالاخره از سال 2014 دیدیم که حرکت امروزه که شروع شد، این راه یگانش همین بود که به مثل که یک دروازه را میکشایی و صدا میکنه که هر کسی که میخواد داخل بشه، یعنی که در او حالت نمیشید که یعنی نظام یک چیزا باشن. و از این سال 2016 از اول سال الله را شکر ما هم با آیین‌نامه، برنامه، تنظیمی درست حل کردیم و رسانه خودمون هم داریم و کمانده ها هم تشکیل کردیم و هر یک کمانده در شاخه های مبارزه حرکت میکنن. بازم میگم که نسبت ضربه ها برای ساختاری که ساختیم و نسبت ضربه هایی که برای رژیم خودکامه زیاد که زدیم در این سال، نه که نمیشه که همه ای را عالی بگیم، چون که ما باید ماکسیمالیست باشیم و الله را شکر به اون چیزی که امروز داریم، چون که ما یک چند سال پیش این چیزا را نداشتیم. نه که به هر حال این پیروزی نیست و سرنگون کردن رژیم امروز هم برای ما پیروزی نیست. پیروزی همون وقتی است که در داخل وطن ما اول رژیم از سرنگون کنیم ظالمینه و مردم خودمون به وطنمون بگردانیم به مرور زمان از روی برنامه ها و به سر بلند در وطن خودمون زندگی کنیم و قدر قیمت داشته باشیم پیش از همه در داخل وطن و انشالله که جامعه جهانی هر یک فرد، هر یک شهروند وطنی ما را قبول میکنن و عزت و حرمت میکنن. خب من بازم بی‌نداری خدمت بیان میکنم به همه مبارزان، همه نفران اعضای حرکت و همه نفرایی که مبارز هستند امروز ضد رژیم امروزه حرکت میکنن، نوابسته از کدام حزب، سازمان و گروه و دیگر بودنشون، هر یک حزب سازمانی که است در عقل رسا با دل پاک با قلب صمیمی حرکت میکنه برای مردم وطن و در روی خودش استوار، مینداری بیان میکنم.
و همه نفرایی که طرفدارن، اگر که اعضا هم نباشن طرفدارن، در این رو کمک میکنن، حرکت میکنن و همه نفرایی که در اینجا وقتی خودتون صرف میکنین ما همراه، واقعا هم یک پرتلی هست که امروز بدون مبالغه ما میتونیم بگیم که یک جای هست که مردم دیگر جای نداره به مثل اینجا، یک جایی که آزاد حرف یخته بگو، یا که یک جایی که مردم به آسانی یک دیگر در اینجا پیدا بکنن و هر یک مشکلاتی که داشته باشه و یا که اخباراتایی که هست به یک دیگر برسونن. واقعا هم که یک پرتل آزاد هست و تشکر به همه شما نفرایی که اینجا وقتای خودتون صرف میکنین. ما اگر فقط سال 2000 هر یک سال اگر مون میکنیم خیلی همین سال 2016 با چی خاطر میگم که در فکرم است، البته هر یک انسان باید برنامه داشته باشه. بنده فقط روزهای جمعه که صحبت میکنم در اول سال وقتی که ما برنامه سالانه را پیش ماندگی بدیم، یعنی این حساب در یادم هست که یک سال 53 تا روز جمعه داره و بنده که روزهای جمعه با شما صحبت میکنم و انشالله که هر روز جمعه که بعد ما همه وقت حاضر بدیم در صحبت، برنامه داشتیم و برای برنامه پیدا کردن هر یک کوشش کردیم که هر یک سخنایی که بکنیم، هر یک سخن و حرفایی که بزنیم به اساس نباشن، هر یک چیزی که باشن فقط اسناد داشته باشن، یعنی که به شما برسونیم و انشالله امیدوارم که شما از این صحبت ها چیزی از خود کردین، چون که این سببی زحمت هایی که میکشیم، صحبت هایی که میکنیم نه فقط به خاطر وقت صرف کردن، یعنی که او به خاطر این است که ما مردمون باید بفهمونیم که تو سفید است یا فرق کنن، مردم قدم به قدم به زمینه مبارزه یعنی به زمینه انقلاب تیار کنیم. انشالله امیدوارم که ایرا قدر میکنین، قبول میکنین و وقتی ما و شما یعنی بهوده صرف نشیده. و در 53 جمعه که داشتیم ما با همدیگر صحبت کردیم و غیر از این با صحبت های ایلوبگی داشتیم و ثبت های همه اینا هم شما میتونین که از رسانه ها پیدا کنین و غیر از بنده البته که دیگر برادر هستن، مسئولای هستن که ساعت های 8 به وقت مسکو صحبت میکنن و دیگر اعضانی هستن که اعضان حرکت که ساعت 8 وقت مسکو با شما صحبت ها میکنن و در دوام روز دیگر برادرایی که در همین شاخه مبارزه مسئول هستند، یعنی که در همین پرتل با اونها صحبت میکنیم و تشکر و میناداری خودم بیان میکنم به همه برادرایی که وقت خودشون صرف میکنن. یک واقعا یک حرکتی که بدون مبلغ، کسی از این حرکتش مبلغ نمیگیره، یگان مبارزی نیست که مبلغ بگیره. اگر مبلغی که صرف شود فقط در همون راه و سفر یا که یگان چیزی که حتی در این راه که درآمدی یک چیزی رو اشکال کنیم که در این راه که درآمدی با مبلغ صرف میکنی، نه اینکه کسی ترا مبلغ بده. همین است. انشالله که امیدوارم که ما و شما دوام سال هر برنامه‌ای که گذراندیم و هر صحبتی که کردیم برای خیریت مردم و وطن دین ما باشه و اگر اشتباه بود یا کمبودی بود از طرف ما در سخنرانی، در برنامه، در حرکت، در گفتار، هر چیزی که بود عذر ما را قبول کنین و کوشش تلاش میکنیم که قدم به قدم ما اصلاح بشیم، به برنامه سالم حرکت کنیم و امیدوارم که در سال آینده حرکت ما بازم قوی‌تر گشته همراه مردم مبارزه را بر ضد ظالمین ادامه میدیم. حرکت ما حرکت مردمی است. حرکت ما هم نامش از نام حادثه های 24 ایولی بدخشان است، به خاطر مردم، به خاطر شهیدان نام گرفتگی است و همه وقت مردمی میمونه و همه وقت ما هر یک نفری که میخواد که اعضا شود در حرکت ما، البته ما به نظر میگیریم، صحبت میکنیم و فکر نکنیم بعضا صداها میاد، بعضا خبرها میاد که نسبت ما میاد که ما زیاد سختگیری میکنیم، یعنی که بعضا نفرای دیگر که میپرسن میگن ما تیار نیستیم که مثل اونا آشکار حرکت بکنیم. البته که حرکت ما هیچ وقت مجبور نمیسازه کسی را که تو باید که امروز چهرت آشکار کنیم. ما هر یک برادر، هر یک هموطن، مادر، خواهر که به ما در تماس میبراین و میخوان که شامل حرکت ما بشوند، ما پیش از همه که چیزی از اونا پرسان میکنیم، میپرسیم که چی امکانیت دارن در این حرکت و مطابق همون امکانیت اون شخص ما او را در یگان شاخه مبارزه مستقیم میکنیم و در یک جایگی حرکت مون میبریم. تشکر به دقتتون. این سال هم آغاز داشته و به انجام رسید. همین خیلی ظلم و ناعدالتی بالای سر مردم ما که آغاز یافت و روزی هم انشالله که به انجام میرسه. ناامید نباشین، به امید پیروزی موفق سربلند باشین.